دلار در یک دقیقه. دلار آمریکا مهمترین پول رایج جهانه که از سال 1944 و بعد از توافق برتون وود به عنوان ارز پایه بین‌المللی انتخاب شد. تا سال 1971 دلار به طلا وابسته بود، اما از اون تاریخ به بعد و با تصمیم نیکسون وابستگی خودش به طلا را از دست داد و به یک ارز بدون پشتوانه تبدیل شد. امروزه حدود 60% ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی دنیا دلار و خیلی از معاملات دنیا مثل نفت و فلزات مهم هم با دلار انجام میشه و خب همین هم با آمریکا یه قدرت سیاسی و اقتصادی بزرگی رو داده. مثلا تحریم‌های مالی آمریکا به خاطر همین نفوذ دلاره که موثره. البته کشورهای مثل چین، روسیه و اتحادیه اروپا دارن تلاش میکنن که وابستگی خودشون به دلار رو کم بکنن. چون تسلط دلار باعث میشه که سیاست‌های مالی آمریکا روی اقتصاد کل دنیا اثر بذاره. نهایتاً دلار فقط یک پول نیست، یه ابزار مهم سیاسی و اقتصادی برای کل دنیاست. همین.